نمیدونم از چه خاطر باشد دلم هوای این شعر رو دارد و میخوام این شعر رو به سمع شما برسونم. این باغ پر از گل که پر از عطر بهاری است، از چه همه کس از وسط باغ فراری است؟ دانی که شغالان و سگان توده گرفتن در جمع همین باغ که هر زوزه تباری است. در باغ نه گل ماند و نه ریحان و صنوبر، هر نخل که سر زد سر وی تا سر دار است. هر غنچه که لب وا کند و رو ننماید، حکمش نشکفته به سر تیپه مزاری است. این باغ به میل دل آدم نشده وای، این سبزه مصنوعی در این باغ به چه کار است؟ این سبزه از ضرب لگد مردن ننالید، هر ناله بنهفته در آهنگ ستاری است. گلها که در این باغ معطر ننمایند، چادر به سر از وحشت دیرینه خار است. شبنم که فقط صبح بر روی تو ببارد، ای گل تو از این لحظه به فکر شب تار است. اما انشالله که این شعر احساس بود، در یک لحظه احساس گفته شده بود، در اندیشه شب تار نیستیم و میدونیم که یک روز آن صبح خندریز، آن صبح پر از طرب که همگی اون صبح رو در افغانستان نازنین استقبال میگیریم و دفع شادی می نوازیم، اون روز دور نیست. و وقتی که